قله بلندترین کشورمان ازبکستان را میدانید؟ آیا برآمدن و دیدن آن جایها را میخواهید؟ این امکانیت برای شماست. مرحمت از این امکانیت استفاده برید. و نهایت راه زیارت به سوی کوه توبه انیقترش حضرت سلطان آغاز شد. صادق به عنعنه های هر ساله از طرف فیرم سیاحی کتاب سیاح هر سال از 20 ایول تا 20 اوگوست در راه خطی کتاب حضرت سلطان کتاب سفر زیارتی 2 روزه تشکیل کرده می شود. شخصان خواهشمند می توانند نسخه شناسنامه خود را به فیرم همان شخصا آورده رسانند یا که طریق آنلاین به رقم تلگرامی +99 899 377 4904 نسخه شناسنامه اشان را رسانند. حجت ها از طرف فیرم با ترتیب قانونی به اداره کارهای داخلی در بولمه و قسم سرحد بانی 92 تقدیم کرده می شود و برای زیارت رخصت نامه گرفته می شود. نرخ خدمت برای یک شخص 180,000 سوم. حق راه ترانسپورت از این مستثنا است. نرخ خدمت به شما چنین امکانیت ها می دهد: بعد از آوردن رخصت نامه، خدمت مدیسینه، بلیط برای داخل شدن به ممنوعگاه حصار، خدمت خواجگی یعنی اچاق، دیگ، کاسه، طبق، هیزم و هکذا، خدمت سربلد تا سرقله، خدمت گید، خدمت ملا. آگاهی: بعد تیار شدن رخصتنامه با نام شما خادمان فیرما نسخه آن را به رقم شخصی تلگرام شما میفرستند و به شما خبر میرسانند. کی به راه برآمدن شما را معلوم میکنند. هنگام برآمدن به سفر به شما چنین توصیه ها داده می شود: سر و لباس غوث و گرم، دارو و درمانی به خودتان موافق، فنر، شب چراغ، عصای 1.5-2 متره، ادیال، پاسپورت، شناسنامه ای که عیناً همان شناسنامه از نسخه‌اش را به فیرما تقدیم کرده بودید، سوخای پیاک یعنی خوراک خشک. معلومات درباره ترانسپورت های مخصوص اتومبیل های نیو و اوز هر سال ماه های ایول اوگوست در خدمت موسمی سیاحان فیرم کتاب سیاح را به منزل برده میارند. اعتبار دهید: برای خدمت ترانسپورت کوهی حق پرداخت 180 سومه داخل نمی شود. اگر شما با ماشین های شخصیتان برآمدنی باشید، باید پیش به فیرم ما گواهنامه ماشین رانی، گواهنامه ترانسپورتتان را تقدیم کنید، چون که در سرحد از هر یک ترانسپورت رخصتنامه طلب کرده می شود. زیارتچیان عزیز، الله زیارت همتان را قبول گرداند و صحت و سلامت برگشتنتان را نصیب گرداند.